با سلام، با جلسه 12 آموزش زبان و خط فارسی در خدمت شما هستم. در این جلسه قرار است که با همدیگه یه تمرین دیکته یا همون دیکتیشن بکنیم. من کلماتی رو به شما میگم، شما مینویسید. در ادامه کار آموزشیمون من این کلمات رو برای شما روی تخته مینویسم و شما میتونید چک کنید که آیا درست نوشتید یا نه. یک کاغذ و یک قلم بردارید و کلماتی رو که میگم با توجه به دانسته های قبلیتون روی کاغذ بنویسید. کلمه اول، گفت. 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 کلمه بعدی، سگ. 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 کلمه بعد، گربه. 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 کلمه مرکب، کارخانه. 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 کلمه بعدی، گلخانه. 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 کلمه بعد، خوب. 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 بعدی، سخت. 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 کلمه بعد، پدر بزرگ. پدر بزرگ. پدر بزرگ. کلمه بعدی، گرفتن. 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 کلمه بعد، خوب. 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 خب حال کلمه هایی رو که نوشتید با خودتون بررسی کنید یا از واژه‌نامه یا لغتمنی استفاده بکنید. در جلسه آینده ما دیکته این کلمات رو براتون می‌نویسیم و شما میتونید صحیح اون رو چک یا بررسی بکنید. تا جلسه آینده، خداحافظ.